خدایا اولاد سالم، صالح، مصلح. خدایا فرزندی میخوام که مال تو باشه، وقتی به من دادید تا به دنیا آمد بگم خدایا این هدیه رو از من قبول بکن و اون مجاهدی قرار بده برای نصرت دینت. من همون روز اول این فرزندی که به من عطا فرمودی من وقف دین خودت. هیچ جمله تو زندگی انسان قدرتمندتر از این جمله نیست. الحمدلله. همیشه متعادلی، همیشه قوی، همیشه شادابید، همیشه شادید. هیچ موقع نقصی در زندگی احساس نمیکنه وقتی میگه الحمدلله. در هر دو حالت سر پایی، مستقیمید، معتدلی، توانمندید، چون تکیهگاهت اللهه. هدایت بگیر از خدا. بگو نگو نان بده، نان میده خدا. بگو هدایت بده، تقوا بده، خدا ترسی بده، ایمانی بده که در اون کفر نباشه، هدایت بده که در اون گمراهی نباشه، توحید بده که در اون شرک نباشه، اعمال صالح بده که در اون بدعت نباشه، یقین بده که در اون شک نباشه. اینا بگید. خیر دنیا و آخرت به ما بده. هر چیزی که صلاح دین و دنیا یا و آخرت ما و فرزندانمون هست و دوستانمون هست اون بده. خدایا فرجام نیک، سرانجام نیک، آبرو بده، آبرو. تو مال قارون داشته باشه، آبرو نداشته باشه، هیچه.